سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به ویدیو گیم پلی از ایدن هازارد رایگانی که در دیلی گیم بهتون میده در لب اولش که حتما اگه گرفتینش حتما بذارین تو ترکیبتون، چون واقعا بازیکن خوبیه، چون شانستون دیگه نمیکشه، چون دیگه ایدن هازارد در سال قبلی به صورت پک اومد توی بازی و کسی هایی که نمیتونستن کوین بگیرن نتونستن بزنن. حالا خداشکر امسال آقای کنامی ایدن هازارد رو گذاشت که کسی که نتونستن بگیرنش و واسه اکانتشون داشته باشن. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال ما هم سابسکرایب کنین، یه کامنت هم بزنین به سراغ ویدیو. لیتس گو. ولی چیزی که میبینیم حالا من کاری به آقای ایدن هازارد الان ندارم. میخوام یه پکی بهتون نشون بدم که دیروز اومد، پک دی دراگبا، ماکسلله، فرانک لمپارد، که آقای فرانک لمپارد زیاد چنگی به دل نمیزنه تا جایی که من شنیدم، و دی دراگبا و ماکلله که خیلی گاده، به خاطر همین خیلی به در ترکیبتون میخوره. ماکلله واسه هافک دفاعیتون و دی دراگبا اونایی که نوک حمله خوب ندارن میتونن کوین بگیرن واسه این پک بزنن، ما که نمیتونیم بزنیم. حالا کوین نداریم. و یه چیزی که تغییر دادم، بریم توی کاستوم استادیوم. اینجا من مجسمه های گوتو گرفتم. اگه بیاد اینجا من 150 تا کوین داشتم، حالا پک درست حسابی نبود، بخاطر این رفتم گوت. اینجا هم میبینیم که گرفتم اینا رو. این که رایگان بود چرت و پرت، اینو آوردم بیش، اینو گرفتم که ذره خفن‌تر بشه، دقیقه واسه استادیوم هم خرجی بکنیم. مثل گیم پلن که اینجا ایدن هازارد رو داریم با ورار 101. اگه بهش یه بوستر خوب بدین، حالا نمیدونم بوستر چی، حالا اگه تونستم پیدا کنم روی تصویر واسهتون میذارم. این ایدن هازارد به 102 میرسه از فرانک ریبری سال قبل، خیلی بهتره. و یادم رفت جایی که دایره کشیدم با اینجوری لول اپ کنین. فرانک ریبری فکر کنم به 98 میرسید، با بوسترش فکر کنم میشه 99 اگه اشتباه نکنم. این ایدن هازارد به 102 میرسه، واقعا خوبه. بوستر هم بهش بدین که دیگه گاد میشه. به ترکیبتون واقعا میاد. من که ترکیب حالا رونالدو رو گرفتم واسش، نیمار هم گرفتم واسش که حداقل یه سه تا گود داخل ترکیبمون داشته باشیم. بس داخل این بازی رونالدو رو میارم به جای بغل امباپه میذارم. امباپه هم تازه گرفتم. حالا بریم سراغ گیم پلی بازی، بریم واسه گیم پلی گرفتن از آقای ایدن هازارد. حریف بازی پیدا که نزدیک 10 دقیقه وایسادم حریف پیدا کنم و دیگه حوصله نداشتم میرم سراغ آفلاین. ای بازی کنیم. دیویژن 9 سانتوس برزیل مقابل پرسپولیس. حیف که تو خالی بازی نمیتونیم از ورزشگاهمون رونمایی کنیم. سانتوس مقابل پرسپولیس که بنده خدا سانتوس 6 از واسکو خورد. خوبه ترکیبش، واقعا آره ترکیبش خوبه. یا ابوالفضل تازه دیدم پالمرشو. خب تو سر چون اینو لیول اپ نکردی؟ یا ابوالفضل خوش به حالت. شت حاج، خیلی حال میده پالمر داشته باشی ترکیبت. امیدوارم یه کارت پوتو ازش حداقل بیاره این فوتبال که من بتونم بگیرم. یه کارتای پوتو بیاد ما میگیم چپ و راست پوتو میزنم، چون داخل این فوتبال 25 بیشتر بازیکنان پوتو بود، مثل جمال موسیالا داشتن، رونالدو پوتو داشتن، هم اولی بازی بهم آورده بود همون شانس اول رونالدو رو بهم داد، یعنی خرشانس تمام. انگولو کانته انگولو میخوام با همین آقای ایدن هازارد بغل پای ناز بزنم تو گل. من دیگه خدا کیلیان امباپه پس برای رایان کثیف برای ایدن هازارد. ایدن هازارد یه بریه یا ابوالفضل چون گرفت. سانتوس برایسیو مقابل پرسپولیس تهران که پرسپولیس دیروز بازی رو یکی مقابل فجر سپاسی مساوی کرد. عجیبه. کیلیان امباپه یه گل میزنه. کیلیان امباپه شدی گلش دستم خود میخواستم ببینم. یه پاس خوشگل برای کریستیانو رونالدو دیگه دستم رو نمیزنم.
عالی زد ضربشو. کریستیانو رونالدو بنازم ضربه به سانتوس برایشیل. با اینکه ایایی ولی خب بازی خیلی باش آسونه تره. انگل کانتر میخوام دیریب بزنم. چرا دارم همینجور اینجور میکنم؟ خب برو گل بزن دیگه. یس وای چه شوتی زد. شیت الگاردو کاماوینگا وای ریکوش 85 سیوه خوب داره میکنه جوری ایدن هازارد جلوی بقیه بازی کنم که الان هیچه. ویرجیل وان دایک پاسو بده دیگه با ای آیا آفلاین دیگه نت نمیخواد باش. ایدن هازارد دریبل بزنه از اونجا دوباره میخوام مثل همون شوتی که خورد به تیرک بزنه. وای این دفعه دیگه خورد به مدافعش بشه که بخور به تیرک. وای ایدن هازارد بد شانسه. کیلان امباپه کاماوینگا از این هازارد دیگه کاماوینگا داره میکنه. وای دوباره تیرک چه بد شانسه این. وای داده چیزی که نگودن گرافیک رو بالا بردم یعنی گرافیک های گرافیک بالا بردم که دیگه اشغال بکنیم توی فوتبال پک بزنیم. پوتوموتو ما که داریم شوتاموتو میزنیم. شوتاموتو هرچی رایگان داد. منتظرم یه شانسی از راول بگیرم. حالا اگه شد پاکپولینگ راولم بذارم واسه تو. خب تو سرت وای یه بازی آنلاین هم داشتم تا کامبک خوردم. یکی جوان تو نیمه اول جلو بودم بعد دیگه کامبک خوردم شد 3-1. بزنم ایدن هازارد بله خب شادیگارش رو میدونم چجوری کاش که شادیگارش بود که با زانش دقیقه خودش رو میکشید بزنیم اونجور خیلی خوب بود. این شادیگار اصلیش بود. همین شادیگار رو تالا نگیرم اگه این شادیگارش اصلی هر من به تو کامنت بگم بگیم. وای چه پاسی میدونی به لیونل مسی. سلطان داخل ترکیبه. سلطان تو ترکیب باید از این پاسی خوشگل مشکل بس بدی که حال بکنه که نگن جوانای الان چه دارن بازی میکنن. حالا ما که هیچی نیستیم لیونل مسی بزن. بله لیونل مسی مربع تیم پرسپولیس گلزنی کرد همشون. مسی، هازارد، رونالدو، کیلان امباپه گلزنی کردن. دیگه مونده به هافبکا بعد دیگه دفاع بعد دروازه‌بان که دیگه بشیم به 11 تا. واقعا اگه اینجوری بشه من تمرین میدم تایتل هم تغییر میدم با کل بازیکن ترکیب گلزنی کردم. بذار که میگم گیم پلی هازارد ایدن هازارد بزنه تو. وای 3 تا تیرک تو نیمه اول چجوری میشه؟ اصلا قبول ندارم آنجا 3 تا تیرک توی بازی توی نیمه توی بازی دیگه من توی نیمه 3 تا تیرک همش هم ایدن هازارد اصلا میگه میشه از این کارتش خب مال رئال مادرید دیگه چیکار کنم مثل هری کینه. وای چه ضربه میتونست بزنه کریستیانو رونالدو. آقای رومناوری اینه که اون پشتش همیشه یا مردی وایساده بعد آقا مثل سیخ وایساده اونجا. حوصله اکسیون من نشون ندادم چون بازی آفلاینه چون نت نمیاره. خب من چیکار کنم؟ حالا بعضی میگن تو چرا آنلاین نرفتی گیم پلی بزنی؟ خب بابا اینترنت نمیگیره من چیکار کنم؟ وای دوباره تیرک چجوری میشه؟ 4 تا تیرک تو خدایا اعصابم خود این توپ جمع کنه رو بگیرم بزنمش. چه توپی دادی به رونالدو؟ حداقل به یک کسی دیگه میدادی.
مثل ایدن هازارد مثل اون صحنه تو رو میزد چرکی ایدن هازارد بالاخره گل بنازم دبل کرد تو این بازی 6 تا خوبه 6 تا آفلاین من چیکار کنم دیگه وقتی آفلاین نمیشه کاری کرد عجب تیرک نشده حداقل ایدن هازارد بله تلفظش هم اشتباه جدیدی فکر کنم بخور تیرک خدا شو بیرون رفت بذار من یه دونه خونه بیام جلو میشه اصلا بلد کارا یه خونه اومده جلو حمله کنه الدر میلیتائو برای کلیان امباپه یه ضربه میزنه چرا اینجوری زدی خیلی خونه رو پر کردم خیلی پر کردم آجی بنده خدا سانتوس هم تو بازی هم 6 تا دیگه خورد حالا فکر کنم بیشتر هم خود بخور کریستیانو رونالدو یه ضربه بله پاس گلش کریستیانو رونالدو هتریک آقای ایدن هازارد انگل کانته عجب نیمار تو ترکیبشون نیست ایدن هازارد یه سانت کو واسه کریستیانو بله 8 تا وای چاو ایدن هازارد یه سانت بخوام ازش یه سانت بیرون پای خوشگل ولی وایاریکا میخواستم بگم دروازه‌بان خوبه ولی دیدم 8 تا خورده ایدن هازارد یه پاس برای خود آقای بزن بنازن 9 تا شد دیگه از 8 تا 9 تا شد چه پاسی فرستاد یه بیرون پا بزنم بیرون پا برقل پای خوشگل و 10 تا خدا ایا دیگه از پاره شد خب 11 تا کلیان امباپه تا الان فکر کنم چند تا گل زده نمیدونم 6 دقیقه وقت اضافه خوبم 12میش هم زدم دیگه داشت اینم از گل 12 رایان کثیف یه دقیقه مونده تو پایان بازی داور بزن سوتو و 12-0 تونستیم بازی رو برنده بشیم خیلی راحت و ایدن هازارد هم بی‌ترین بازیکن زمین شد. خب بچه این هم بود از این ویدیو از گیم پلی آقای ایدن هازارد. اگر خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید، یه کامنت هم بذارید تا ویدیو بعد. خداحافظ.